سلام برابکس. امروز اومدیم با یه ویدیو جدید. امروز اومدم که ویدیو پیش نیازهای نصب مود جی تی ای وی رو براتون بذارم. خب این فایلی که میبینید و میتونید از کانال تلگرام یا از کانال روبیکای من بردارید یا برید داخل گوگل کروم. سفر کامل کنم. برید داخل گوگل کروم، اینجا سرچ کنید راکستار گیم، نصب برنامه اوپن آی وی راکستار گیم. این اولین، چون این توی سایت های دیگه یعنی دو نسخه ای نیستش، فقط تک نسخه ای. اینم میبینیم که صفحه اول اوپن آی وی هستش، برنامه اوپن آی وی. خب میایم اینجا دوتا گزینه داره، یکی نصب به صورت آنلاین، یکی نصب بدون نیاز به اینترنت. ما اینو نصب میکنیم. میاید داخل این سایت، میاد اینجا این کانتینیو رو میزنید، اینجا 5 ثانیه که تمام شد کانتینیو رو میزنید و تمام میشه، میاد بیرون. این فایل رو باید به دست بگیرید. این فایل رو که گرفتید، این فایل رو این رمز رو کپی میکنید، باز میکنید، اینو رمز هم پیست میکنید و اوکی که زدین. الان برنامه باز داره میشه، الان یعنی ستاپش داره باز میشه که بتونیم ستاپ رو انجام بدیم. این بذارید اینو ببندم دیگه، ما با این کاری نداریم. خب اینجا یه زبان داره انگلیش، یه زبان داره روسیه. هر کدوم خواستید انتخاب میکنید. الان داره استارت میشه. خب اینجا دوباره کانتینیو رو میزنید. اینجا این گزینه رو فعال میکنید و دوباره کانتینیو رو میزنید. خب میرسیم به این قسمت اصلی. این کریت دسکتاپ آیکون حتما باشه که این آیکونش درست، چون من اوپن آی وی قبل دارم. این کریت دسکتاپ آیکون حتما باشه، اینجا بزنید، اینو اصلا دست نزنید بهش. شما میخواید که مثلا بازیتون تو چه لوکیشنی دانلود بشه، مثلا این لوکیشن. خب مثلا خودش لوکیشن رو انتخاب کرده یا خودمون مثلا لوکیشن رو انتخاب کنیم. ما همینو میزنیم، چون من دیگه دانلود کردم مدام، چون توش مود نصب کردم نمیخوام دیگه مدام بپره دیگه، پس من کاری ندارم. خب شما کانتینیو رو میزنید و بازی یعنی برنامه اوپن آی وی باز میشه. خب اوپن آی وی رو که باز کردید، نصب کردید، میزنید روش، منتظریم که باز بشه. خب اینجا میزنیم جی تی ای وی ویندوز، ما ویندوز رو میخوایم دیگه. ویندوز رو میزنید اینجا، چون اگه اولین بارتون باشه این نمیاد، یعنی این صفحه براتون باز نمیشه، یه صفحه دیگه براتون باز میشه، مینویسه که لوکیشن نصب بازی جی تی ای وی تون رو اینجا انتخاب کنید. الان من بهتون نشون میدم. ببینید این یه همچین صفحه براتون باز میشه، بروزر رو میزنید گزینه کناریش. خب میاد جایی که لوکیشن نصب بازی جی تی ای وی تون هست رو میزنید. الان من توی درایو دی جی تی ای وی و این فایل رو بعد انتخاب کنید. اگه اینو انتخاب کردید فایل سبز نوشت که درسته، این باز میشه. اوکی. اگه باز نشد بدونید که فایل اشتباهی رو انتخاب کردید. خب بعد از اینکه این صفحه براتون باز شد، ادیت مود رو فعال میکنید. میاید باید یه تنظیماتی داره دیگه، هر برنامه اینم تنظیمات خودشو داره. تولز رو میزنید، اینجا ASI منیجر رو انتخاب میکنید. اینجا اگه شما اولین بارتون باشه نصب کرده باشید بازی، اینجا نوشته اینستال. شما باید اینستالا رو انتخاب کنید، چون من از قبل نصب کردم دیگه نباید بزنم. و برای شما باید اینجوری سبز بشه، خودش خودکار این برنامه ها رو نصب میکنه. خب بریم سراغ کار بعدی. این که اوکی شد، اینجاش برای شما باید یه فولدر به نام مودز بیاد. اگه نیومد اینجا شما یه دونه یه لحظه. خب اینجا یه دونه راست کلیک میکنید و یه دونه فولدر جدید درست میکنید. بذارید ببینم الان
یه لحظه سفر رو کامل کنم شما بتونید ببین. اینجا نیو رو میزنید، نیو فولدر، دقیقا به این صورت مودز، این اسمش رو مینویسید مودز و با حروف کوچیک. فولدر رو که حالا دیگه تمام تنظیمات اوکی شده. الان بریم بهتون نشون بدم که من چند تا مود نصب کردم. با هم ببینیم. اینجا x64 DLC packs. خب اینجا میریم عقب، update rpf x64 دیتا خب فکر کنم اینجا، نه اینجا نیست. من حالا از یه جای دیگه بهتون نشون میدم چون باید شما تو دو جا دانلودش بکنید. من از این ور بهتون نشون میدم، من از یه جای دیگه بهتون نشون میدم. فکر کنم از اینجا باید میومدیم. کامن DLC packs. خب حالا این باز نمیشه، نمیدونم چرا نمیاد، یعنی نه نمیاد انگاری واقعا. خب اینجا آپدیت RPF کامن دیتا میام پایین. اینجا مثلا ببینیم من الان چند تا مود ماشین نصب کردم. تندر، همون L90 منظورش، 405 206 دیگه، CG125 نینجا H2R دیگه، SG بنز یعنی همون جی کلاس، بنز جی کلاس. بعد برای اینکه بتونید این ماشیناتون رو شما اسپان کنید شما به ترنیر مینیو نیاز دارید که من نصبش کردم. حتما هم توی ویدیو بعدی یعنی فردا براتون ویدیو رو درست میکنم و در اختیارتون میذارم که بتونید مثلا مود ماشین نصب کردید از اونجا بتونید دانلودش کنید. ترنیر مینیو هم کارایی که میکنه مثلا شما رو تلپورت میکنه، مثلا شما رو یه مکانی رو تو نقشه انتخاب میکنید، یه گزینه هست من بهتون میگم، میزنید اسپام میکنه شما رو تو اون مکان. بعد دیگه اینا دیگه شما رو اسپام میکنه تو مکان. مثلا شما میتونید همین ماشین ظاهر کنید، تفنگ ظاهر کنید، تایم بازی رو مثلا عقب جلو کنید و اینا دیگه. اینم بود از این ویدیو. مرسی که تا آخر ویدیو من همراه بودید. لایک و سابسکرایب و کامنت هم یادتون نره. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.